افسوس که امروز اکثر بدعت ها در نکاح ما و شما و حتی شرکی که در اولی صحبتم بر شما خبر داده بودم، نگاه میکنیم همون بچه‌ای که نکاح میشود با همون توفلی های خودش بگیم بالای کرپچه آمده میشیند و حتی همون در پهلوش رفیقایی که دارد همونها هم با همون توفلی های خود بالای همون کرپچه میشینند. به مقصدی چی؟ به مقصدی که اگر این بدر کرده شود ممکن که من نکاح خوب نشود یا من بدبخت شوم. این عقیده را ببینین. حالا که شما در قرآن میخونین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا بجز تو دیگر کسی را عبادت نمیکنم، بجز تو از کسی مدد طلب نمیکنم. تو از توفلی پاد میترسی، تو چگونه بنده هستی؟ و همون ملاهایی که بگیم کرکرانه همون یک نکاح میکنین، همون چشم به سوی از او کاسه و از او نان در مثال چشم تا دوختن در پتینکه همون نظر کن و همون را بگو که پتینکه تا بدر کنی از اسلام نیست. آخر این چی عمل است؟ این چی حکم دارد خودش؟ یا اینکه در بین همون قدر مرده که زیاد مادر همون، خواهر همون، اپای همون داخل می شود، در صورتی که وقتی خودش خم میکند تمام وجود او میتواند یک سوزن دیگر در دست او از پس همون دختری است. این چه عمل است آخه؟ اینا از اسلام ما و شما نیست. همت با خبر باشید اینا همه شرک هستند، اینا همش یک عملهای بگیم جهودی است، نصرانی است، حتی خطا نمیکنین. اینا را ترکشون کنین، نگذارین در بین ما و شما اینا عمل کنن. اینا از ما و شما نیستند. و تقه در نکاح هیچ شرطی نیست آخه. تقه چی لازم در نکاح؟ نکاح قاعدش همین است، خواهر ما از یک طرف میشنانیم، اون برادر ما از یک طرف میشینانیم، مایلش در بین یک پرده میکشیم و صدا میکنیم خواهر همین برادر فلانی هست، آیا نفس حلال خودت را بر همین جوان بخشیدی؟ باید اینجا شوهر و همون شاهدای اطراف بشنون آوازی زنن. شنید؟ بعداً شوهرم پرسان میکنیم، تمام خطبه نکاح را میخونیم، دعاشو میتیم، خلاص. اینجا دیگر سون برای تقه چی لازم؟ یا تقگی چی داد در کار است؟ هیچی لازم نیست. اینا در یگان کتاب نکاح هم خبرش آمدگی نیست. و امروز خودتان هر چیزی که هست خودتان بر سر خودتان آوردگی هستید. 10 کس و 20 کس از دخترها را جمع میکنین، خنده زیاد، موسیقی های بلند ماندگی، بعد بیچاره همون ملات در همون یک بیخ نشستگی که او هم میگن برای 5 سوم بیار، برای 10 سوم بیار، برای 50 سوم بیار. این چه عمل است آخه؟ خاندانی که میریم همون خاندان در گپی مرد نفوذ دارد و گپی مرد که گذرا هست، در حال نکاح انجام مییابد. خانه‌ای در که حواله به سوی همون زن باشد و معرکه زنها، اون 3 ساعت و 4 ساعت اون بیچاره در اونجا می نشینند و منتظر هستند که کی او هم میگد. حالا که او هم میگد او داغ است بیچاره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. البته این خرافات ها را از بین دور کنید. این خرافات ها از ما و شما نیست. با اینا چنگ نزنید، با اینا فریفته نشوید. حتی من به خدا باور کنید در بین صحبت های برادرها حتی دائم قید میکنم کار کنید که همین معرکه های وزین مثل فاتحه همین از بین برداشته شود. باور که از توی ده مشکل است. یک شب مردها، یک شب زنها با 10-12 نمودی خوراک، این آخین مرد اینقدر قوت از کجا پیدا میکنید شما؟ میلش همون زن قهر میکنه، تو هم قهر کن، ببر از خانه برای همین مثال یک کاری شریعت زنده کردن. اینقدر مشکلات خودهاتون در قرض پرداختین. شب نکاح را نمیگوی چقدر مشکل. یک شب نکاح یک توی، فاتحه 2 توی است، هم شب مردک ها هم شب زنک ها 3 توی. باز به زمین آخرانش بعد 2 روز دیگر دوام میکنه. 5 معرکه شما میکنین در یک هفته. از کجا میاری؟ مجبور میشین قرض کنین. و رسول وقتی که شما قرضدار مردین، رسول الله چی میگه تان؟ صاحب الدین مغلول فی قبر لا یفک الا قضاء الدین. کسی که قرضدار از دنیا میگذرد او در زنجیرهای آتشین خدا بسته شده است. او را خداوند از عذاب خلاص نمیکند تا وقتی که قرضش کنده نشود. شما از دنیا با قرض بگذرین، یعنی کاری کنید که همین زن و دختر شما خرسند باشد. خیلی اختیار کدام میشه که اختیار کنید.